آقای پزشکیان، دستاورد سفر شما به نیویورک چه بود؟ با سلام به امام ناترازی ها و با آرزوی عمر با ذلت برای مقام عظمای ولایت. والا دستاورد که خیلی زیاد بود. من خودم تونستم یه متن رو با 60 تا توپق پشت بلندگو بخونم که به نسبت بار قبل 3 تا توپق کمتر بود. بعد با چند تا از مقامات کشورهای مهم دنیا مثل نامیبیا و موزامبیک و یه چیزی توی این مایه ها سلام علیک کردیم و اینا. البته نه اونا ما رو شناختن نه ما اونا رو شناخت. بسیار عالی. آیا تونستید بالاخره با مقامات آمریکایی به توافق برسید؟ والا ما میخواستیم یه حرکتایی بزنیم اما عظما با اون سخنرانیش پرمون رو قیچی کرد. بعدم اصلا ما مقام آمریکایی ندیدیم که اروپایی ها رو ولی دیدیم. با اروپایی ها به توافق رسیدید؟ نه بابا، اونا که هی ماشه میکردن، اصلا نمیذاشتن ما یه زری بذاریم که. آقا به ما چه رسید، آسمون تپید. آیا تونستید مستقیم با مردم آمریکا هم صحبت کنید؟ بله، تو هتل مدام با این کارکنای هتل و گارسونا و این نفرات سرویس بهداشتی و اینا صحبت میکردیم. حرفای مهمی هم زدیم اتفاقا. مثلا من میگفتم هاواریوتون چطوره؟ اونا با خورشویی میگفتن شاتاپ، یه چیزی توی این مایه ها. آقای پزشکیان، آیا موفق شدین توی شهر نیویورک یه دوری بزنید و در پیکره استکبار جهانی نفوذ کنید؟ بابا تو هم دلت خوشا، کدوم شهر رو بریم بگردیم؟ دشمنای نظام نیویورک رو گرخ کرده بودن، میرفتیم میزدن از اینی که هستیم هم ناترازترمون میکردن بابا. ولی ما از همون اتاقای هتل کل نیویورک رو زیر نظر داشتیم و کلی هم فیلم و استوری و اینا گرفتیم. ولی ما شنیدیم که گفتن که پنجره‌های اتاقهای هتل‌ها رو کامل بسته بودن که اصلا بیرون دیده نشه. اون که بله، اما ما تسلیم نشدیم. بچه ها قلاب می گرفتن، به نوبت می رفتیم رو کول همدیگه، از اون بالای کرکره ها دید می زدیم. خیلی قشنگ بود. من خودم اون آستین مجسمه آزادی رو دیدم. اصلا روح شهر کاملا مشخص بود. جای شما خالی، خیلی خوش گذشت. یعنی هیچ جا نرفتید تو نیویورک؟ دشمن گفته بود ما تا سرویس بهداشتی هتل بیشتر حق نداریم بریم، اما من به اذن ولایت در برابر این خواست دشمن ایستادم. چند بار پامو تا اون بر سرویس های بهداشتی دراز کردم. چه این پیروزی بزرگی بود. آقای دکتر، پس بالاخره دستاورد مشخص و ملموس شما از این سفر چی بود؟ اونا میخواستن کاری کنن که ما نتونیم هیچ دستاوردی داشته باشیم، اما ما کار خودمونو کردیم. من خودم آب هتل رو باز میذاشتم تا اینطوری به استشوار جهانی ضربه بزنم. بعد برق همه اتاقا رو روشن میکردم تا برق آمریکا رو دچار ناترازی بکنن. کاظممونم که چند تا خودنویس کش رفت. تازه ما با دربون هتلم کلی تمرین زبان کردیم. از شب تا صبحم از وایف‌های رایگان پرسرعت سازمان ملل استفاده کردیم. جا تو خالی کلی فیلم با کیفیت دانلود کردیم. خب اینا دستاورد دیگه. این یعنی شکستن حصر دیجیتالی دشمنای نظام. اینا هم چیزی نی. دعوا نداریم که. خیلی خوش اومدین. برو بابا، اینا که نشد دستاورد که آقا کات بزن، کاتش کن. این مصاحبه نشد آبروریزیه که کات کن بابا.